سلام. یه بار عید بود 12-13 تا مهمون برای کاشونی اومد و این کاشونیه گفتش که چه کنم؟ اینا هم گفتن یه هفته میخوان بایستن واسه فکری بکنم. رفت خونه همسایهش تفنگ شکایی داشت. همسایه بهش گفتش که چاشتی ها یه تیر هوایی تو در کن. گفت چرا؟ گفت تو کارت نباشه. چاشتی که شد همسایه یه تیر هوایی در کرد. یهودهی به مهموناش گفتش اوه. مهمونا گفتن چی شد؟ گفت هیچی، پارسال یه همسایه مهمون داشته من یکشونو کشتم. اونم گفته تا یه مهمونا شما رو نکشم دستبردار نیستم، ولی شما نترسید اگر یکی از شما رو بکشه من 10 تا اونا رو میکشم. مهمونا گفتن چه کاریه، راش جمع کنیم بریم. بیچاره راه شدن دیگه، از سوراخ سنبا فرار کردن رفتن. آقا با مهمان مهربان باشید، نکنید همچین.